Nasrin Sotoudeh is a prominent lawyer in Iran who's been fighting for children's rights, women's rights, and human rights. She takes on issues she says are long overlooked. Nasrin Sotoudeh, lawyer, mother of two, is standing for justice. One of the bravest voices in Iran. She took on cases that other lawyers were too afraid to take on. We've seen Nasrin Sotoudeh jailed for defending human rights. Nasrin Sotoudeh found guilty of spreading propaganda and conspiring to harm state security. And it has cost her and her young family a lot. It's unprecedented, protesting against the law which forces Iranian women to wear the hijab. She's become a voice for the voiceless. وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق و از سال 382 کار وکالت رو شروع کردم. بعد از اون من به محض اخذ پروانه وکالت کار برای حقوق کودکان و به ویژه اعدام زیر 18 سال رو شروع کردم. بعد از اون وکالت بسیاری از کودکان رو که مورد آزار خانوادگی قرار گرفته بودن به عهده گرفتم و وکالت زنان و اقلیت‌های قومی، کردها به ویژه و همینطور اقلیت‌های مذهبی مثل بهائیان رو به عهده گرفتم. اما در مورد پرونده‌ای که امروز دارم میرم، پرونده هم کودک خردسالیه که مورد سوء استفاده جنسی پدرش هست. هر 8 روانشناس بیمارستان امام حسین گفتن احتمال سوء استفاده جنسی از بچه زیاده. پیشنهاد ما اینه که ملاقات نشه. مهازا قاضی همچنان از صدور حکم ممنوعیت ملاقات خودداری کرد. یکی از مسئولان به مادر بزرگ طفل گفته که پدر حتی میتونه بچه‌شو بکشه. این که چیزی نیست، شما نمیتونید جلوی ملاقات رو بگیرید. الان مادر کودک به من گفت که من چاره‌ای ندارم جز اینکه بچه‌مو بردارم و از دسترس خارج بشم. این چیزی نیست که مورد انتظار یه آدم حقوقی مثل من باشه. من مایلم که موضوع در مجرای قانونی خودش حل بشه، اما نمیشه و مادر بچه‌شو میگیره از دسترس خارج میشه. My dearest daughter, you and your brother were my main motivation for pursuing children's rights. I know that you require food, a home, a family, and love. However, just as much, you need freedom and justice. Every time I came home from court, after having defended a child, I would hold you and your brother in my arms, finding it hard to let go of your embrace. 100 kisses, Maman Nasrin. این ادعا که این حقوق بشر با فرهنگ ما نمیخونه اولین ادعای حکومتی نیست. ما فرهنگمون مجزای ما، دینمون چیز دیگه ای میگه. ما و حقوق بشر که مسئول اروپایی آمریکایی تلقی میکنن، ولی که
بحث حقوق بنیادین بشر همه جای دنیا بحثه. بشر دوست داره زندگی کنه، از حق حیات برخوردار باشه و با عزت و کرامت زندگی بکنه. با شناختی که از خودم دارم، از نسرین دارم، خیلی بیش از اینها امیدواریم که آینده اوضاع بهتر بشه. ما اگه دست رو دست بذاریم، هیچ کاری نکنیم، هیچ حرکتی نکنیم، اوضاع خیلی بدتر میشه. رضا فقط همسر نسرین نیست، رضا رفیق نسرینه. اکثر اعضای جنبش زنان همسرانشون همراهشون هستن، اما رضا چیز دیگه ای. رضا یه پدیده است. من نسرین رو دوست دارم، از اولش هم دوست داشتم به خاطر شخصیتش، به خاطر شجاعت و طرز فکرش. من نمیدونم این شخصیت نسرین از کجا اومده، ولی میدونم که بخشیش رو از کتابا گرفته، چون از بچگی خیلی کتاب میخونده. مادر و پدر خانمم نسرین یه خانواده مذهبی هن. آدمای کاملا سالمی بودن، کاملا آدمای سالم. منهای این که وکیل باشه، من میدیدم که چون قبل از وکالتش هم علاقه‌شو به کمک به دیگران من میدیدم. نسرین اصلا کارمند بانک بود. در کنار کار بانک مقاله می-نوشت توی روزنامه ها به اسمای مختلف، البته نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان. من با نسرین دوره‌ای که تو محل کارمون بود که در دفتر نشریه‌ای به نام دریچه گفتگو با هم آشنا شدیم. میخوایم که این نشریه زمینه‌ای باشه برای گفتگو بین افکار مختلف. یه سختی کار تو اون شرایط برای ما این بود که اصولاً جامعه هنوز تولید فکر و اندیشش سرکوب شده بود و یه دوره سرکوب سخت و پشت سر گذاشته بود. نسرین اینی که یک کارمند پول بگیره، حساب بانکی خوب داشته باشه، زندگی مرفه و وام‌های بانکی داشته باشه، همه رو گذاشت و در واقع وام خودش رو به زندگی سیاسی و اجتماعیش ادا کرد. راستش خیلی کار سختی بود که احساسمو بخوام بهش منتقل کنم. دوستایی بودیم که علاوه بر همکار با هم دیگه کوه میرفتیم. یه روز با هم رفتیم کوه سمت گلاب دره، اونجا که قاعدتاً باید جدا میشدیم. دل به دریا زدم و گفتم، احساسمو نسبت بهش گفتم. My dear Reza, do you remember how you proposed to me? I told you I don't wear the hijab, and you said that's a personal matter, that it's my business. Your answer meant so much to me. Throughout our life together, you've been faithful to your words and generated such good feelings with abundant freedom and equality. I love you, Nasreen. بله، ما 15 مهر سال 74 بود عقد کردیم. کاملا خانوادگی بود. تنها فرد غریبه اونجا یه خانم آقایی بودن، اومده بودن فیلم برداری کنن از مراسم عقد. اینا هم بعد از اینکه مراسم تمام شد رفتن خونه، زنگ زدن که کاست درست جا نرفته بوده، کل مراسم ضبط نشده. در نتیجه ما هیچی نداریم غیر از چند تا عکسی که اون روز گرفتیم. اصلا برای خود من اصلا اهمیتی نداشت. مهم این بود که ما با هم بودیم. به کاری که نسرین میکرد من خودم هم ایمان داشتم و کمکش میکردم. من بار اول نسرین رو زمانی دیدم که خبرنگار بود و با من مصاحبه میکرد. رئیس انجوی بودم که انجمن حمایت از حقوق کودکان. بعد از پایان مصاحبه گفتم چرا پروانه وکالت نمیگیری؟ و 2-3 سال بعد وکیل شده بود. Ali Reza Tajiki was 15 years old when he was arrested for murder and sodomy, but he said the confession was extracted through torture. He is represented by Nasrin Sotoudeh, one of the leading opponents of the death penalty in Iran. یه چیزی بهتون بگم، ببینید اولا از نظر من اصلا برادر شما مرتکب قتل نشده، یعنی
پرونده چنین چیزی رو نشون نمیده. اما ما داریم همه این تلاشمون میکنیم که از راه‌های قانونی استفاده کنیم. قاضی باید برای زیر 18 سال حکم اعدام صادر کنه. کجای دنیا این کارو میکنن؟ امروز به من خبر دادن که علیرضا تاجیکی رو برای 3مین بار بابت اجرای حکم بردن قرنطینه. طبعا با عجله رو افتادم به طرف شیراز. در موارد متعددی من موفق شدم که با احکام اعدام رو در مراحل بالاتر به حبس تبدیل بکنم. انشالله اینم نتیجه بده. آخرین روز هم و پدر اون مقتول رفته آخرین لحظه دیدن داخل زندان گفته که تو گردن بگیر من همینجا رضایت میدم. این هم گفته که آقای فلانی اگه تو اومدی اجرا کن از من نخواه کاری که نکردم و گردن بگیرم. من پسر تو رو نکشم. همون پنجشنبه صبح علیرضا رو همونجا تو زندان عادل آباد در حالی که در آستانه 20 سالگی بود، تقریبا 20 ساله شده بود. خدا ندید من دوباره با بچه کوچیک کربلا رفتم. خدا ندید زرچ کشیدم. خدا ندید چشم صبح سال و پشتم زیارت آشورا بردم. خدا ندید بگیریمشون رو فشار کار که تو حوزه حقوقی بالا میره و پرونده های اینجوری خیلی به هنر رو میارم. تئاتر میرم، سینما زیاد میرم، سعی میکنم از گالریا خیلی برم بازدید کنم. همه اینا یه جور به لحاظ روحی منو آماده تر میکنه برای کار حقوقی. متاسفانه این روزا با پرونده های متعددی درگیرم که ذهنم رو مشغول کرده. از جمله خانواده آقای امیری از هموطنان بهایی بود که سال گذشته همین موقع‌ها در شهر خودشون یزد به قتل رسید. 2 برادر خیلی پاک، خیلی معتقد گفتن که ما فقط برای رضای خدا این کارو کردیم. این 2 برادر بعد از 6 ماه دستگیری از زندان آزاد شدن. اگر اینها بیان در مورد کار خودشون یه اعلان عمومی بکنن و ضمن اینکه بگن به هر حال باید عقاید همه محترم شمرده بشه و نباید کسی رو به دلیل اعتقادش از زندگی محروم کرد، آیا این راهی رو باز نمی‌کنه برای ما که به هر حال به این داستان‌های تلخ پایان بدیم؟ شما پدر اون 2 برادری هستید که مرحوم امیری به اتهام بهایی بودن به قتل رسونده بودن. شما دروغ بگید این کار نکردید.
چیزی که برای من کمی باعث تعجبه، ببینید این کار پسرای شما امنیت تک تک ما رو به خطر انداخته، یعنی پای مرگ و زندگی همه ما. خب حالا این نظر شما هستش، ولی جناب آقای کنوی من یه چیزی رو هم مایلم به شما یادآوری بکنم. ببینید شما پارسال فکر میکنید این خانواده وقتی این اتفاق برش افتاده چه حالی داشته؟ من طبعا احساس شما رو به عنوان یه پدر درک میکنم که خانواده شما، پسران شما الان 1 ساله در نتیجه همین سیاست‌های غلط همین نظام واقعا به شما داره فشار میاد. اینو من طبعا درک میکنم، اما شما در نظر بگیرید این اتفاق برای اون خانواده افتاده، پسران شما که اون تو بودن بعد چند ماه هم آزاد شدن، میتونید خودتون رو یک لحظه جای اون خانواده بذارید؟ هم بتونیم که به هر حال بابت این اشتباه پسران شما ما بتونیم یه تصمیم شایسته بگیریم، اون همه بی‌عدالتی که در این حکم هست یه جوری به هر حال جبران بشه. چشم، من باهاتون خداحافظی میکنم و اینو پیگیری میکنم. قربان شما. چرا ما نتونیم از یه جامعه آزاد و دموکراتیک برخوردار باشیم؟ اما اولا خب واقعا باید درجه دانش و آگاهی بالا بره. ما فکر کنیم که باید فرهنگ حکومت عوض بشه، اینطور نیست. فرهنگ عمومی، فرهنگ مردم هم باید تغییر بکنه. 2 تا کادو برای دختر پسر دوستم بگیرم. یه خورده گیج شدم تو خرید کادو. کریسمس غیر از اینا دیگه نداریم. کلاهش هم هست. بله. نه اینا باید میدارم. من یه خودکارم برمیدارم. خیلی ممنون. خدا وقتی که ایران کره زمین شاید زمینش، فرهنگش، حس هویت مردمش و به اون تعلق دارم، هیچ حس دیگه ای رو نمیتونم بگم. نسرین در واقع دوست داره که همه دنیا بدونن که کشور ما مثل کشورهای دیگه، اما داره که مردم اینجا هم مثل بسیاری از کشورها در آزادی و رفاه زندگی کنن. I've traveled everywhere in this world, and I can tell you there is not a single place where the arms were as wide open by the people than in Iran. It's an incredible difference between the Iranian people and the Iranian leadership. I had been in Iran maybe a week, and I knew to be careful about how I wore my hijab. I knew how to toe the line as a woman. And then I meet Nasrin Sotoudeh, who doesn't toe the line at all. We were greeted at the door by her husband, her beautiful little girl,
and she was carrying her son and kind of rocking him a little. And here she was, you know, in her other life, a mother, a wife, in the sanctity of her own home. They were incredibly welcoming. I asked her for permission. I pulled out my camera and I took some photographs. Nasreen went to the back to go put her baby boy down for a nap. And my crew and I traveled to her office. And Nasreen Sotoudeh sits down for the interview. I look up at her and she takes off her hijab. The government minder is sitting there and I can see his eyebrows are going up. I notice you're the first woman I've interviewed who has not felt a need to wear this. Why are you not wearing it? Although we don't like this law and we oppose it, we have to obey it, and we do obey it, just in public. Here in my private office, I don't have to wear a hijab. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد به ویژه در حوزه حقوق زنان حجاب اجباری بود. همواره دغدغه خانم منم بود. ایران کشوری است که زنهاش تحصیل کرده تر از مردها هستند. زنان ایران حدود 60 سال قبل، حتی قبل از زنان سوئیس، حق رأی به دست آوردن. زنان تلاش کردن و یک سری حقوق رو به دست آوردن. حق رأی به دست آوردن، حق شغل به دست آوردن، حق آموزش به دست آوردن، همه چی رو به دست آوردن. ناگهان انقلاب میشه و زن حجاب باید داشته باشه. زن اجازه نداره، بعضی از مشاغل ممنوع برای زنها و قانون خانواده لغو میشه. یعنی مسئله چند همسری قانونی میشه. حق طلاق از زن گرفته میشه. حق سفر بدون اجازه شوهر از زن گرفته میشه. ما نمیتونیم از رنج و بی‌عدالتی سخن بگیم بی این که از بی‌عدالتی دهه 60 که بر جامعه ما رفته سخن بگیم. زمانی که بحث حقوق زنان در ایران بالا گرفت، زنان از هر طیف فکری بودن کنار هم قرار گرفتن. اصلا موضع‌گیری ایدئولوژی، مذهبی یا سیاسی نداشتن. اونها یک خواسته داشتن که برابری حقوقی و انسانی. زنان نصف جامعه دیگه. اگه شما نصف جامعه رو حقوقش نبینی دچار مشکل میشی. بعد در قرآن با مؤمنین و مؤمنات قانون در الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس منتها نه همه قوانینش اینجوری نیست. وقتی شما میتونید این نیم متر رو سرما کنید، همه کار دیگه. نمایشگاهی رو در تهران سالیانه برگزار میکنیم. پولش رو بابت پرداخت دیه محکومان به اعدام پرداخت میکنیم که به نظرم چیز خیلی آره مثل شما خیلی توی نمکن، بعضی هاشون اونقدر بود و کوچولوهاش خیلی خوشگله. صورتشو که میزنی دیگه لباش کوچیک باشه و لباش گنده باشه مثل یه چیز بزن بوتاکس بزن مشتا رو بزن من از خانه جوری رو بخوشم تا خلاسته همه در میرم شما ولی ببینید چشمش که میخوره شکل پیدا میکنه. آدم بیشتر درک میکنه اونایی که رو صورتش شما بیاول شکل رو چقدر هست این عروسک بافی چقدر میتونه به تعادل روحی آدم کمک کنه.
بذارید یه خاطره ای رو براتون بگم. حدود 10 سال پیش که کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر تبعیض‌آمیز قوانین، در واقع این برای برابری زنان در ایران فعالیت کرد، یه دفتری داشت، زیرزمینی بود در همین خیابون سلیمان قاتل. ما اونجا خیلی وقتا جمع می شدیم، تصمیم می گرفتیم راجع به موضوعاتی که با اونا مواجه می شدیم. خوب بود. یه تعداد خانم اومدن جمع شدن در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز کمپین 1 میلیون امضا رو تشکیل دادن. مطابق اون داشتن امضا جمع آوری می‌کردن که بدن به مجلس قانونگذاری بگن قوانین مربوط به زنان رو تغییر بدید. اما یک به یک اومدن اینا رو بازداشت کردن، بردن احکام سنگین صادر کردن. خیلیا به زندان اوین افتاده بودن. اوین خب به لحاظ ظاهری زندان خیلی عجیبیه. بیرون اوین محوطی که زندانی نیست، پر گل گیاهه که زندانی هم، ولی توی زندان داستانی چیز دیگه از تو بندها. 1350 افتتاح شده. خب زمانی بوده در دهه 60 در اوین شبیه 70-80 تا اعدام میکردن، جایی که آزادی توش زخمی میشه و حقوق بشر توش به اصطلاح مورد هجوم و تجاوز قرار میگیره. دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد 8 سال سرکوب بود. هرچند که بسیار دوران سختی بود، ولی این فشار و این سختی باعث شد که گروه‌های زنان به صورت منسجم دور هم جمع بشن. در این دوران بود که من و نسرین با هم به شهرهای مختلف سفر می‌کردیم برای اهمیت پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. شعار ما این بود که ما به مطالبات زنان رأی می‌دهیم. این بار شاهد تغییر در ایران باشیم. اون سال انجام شد و رقبای اصلی آقای میرحسین موسوی، طرف دیگر محمود احمدی نژاد بود که نماینده بخش تندرو حاکمیت بود. عکس العمل حکومت هم در مقابل معترضین فقط سرکوب بود. خیلی خیلی گسترده تر از اونی که میشد تصورش کرد. The streets of Iran's capital erupted in the most intense protests in a decade, with riot police using batons and tear gas against opposition demonstrators who claimed that President Ahmadinejad had stolen the presidential election. The authorities closed universities, blocked cell phone transmissions and access to Facebook, and shut down text messaging services. من خودم تقریبا اکثر تظاهرات ها رو میرفتم. دوتایی با هم نمیشد مشترکم بریم، برای اینکه یکی باید خونه میموند پیش بچه ها. ولی بلافاصله سیل پرونده ها سرازیر شد به طرف وکلایی که کار میکردن تو حوزه حقوق بشر. نسرین سرش خیلی شلوغ شد، انقدر شلوغ شد که دیگه تمام وقت تو دادگاه ها و دفترش رو در رفت آمد بود. و من در زندان اوین بودم. پسرم اون موقع 25 سالش بود آخرین بار. من با نخ پتوها برای پسرم دستبند می‌بافتم. نسرین بسیار به من کمک کرد برای اینکه من با وثیقه آزاد شدم و پاسپورت من رو به من دادن.
کانون مدافعان حقوق بشر هدف اصلی ما دفاع رایگان از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. نرگس محمدی نام ببرم که سخنگوی و معاون من بود در کانون مدافعان حقوق بشر در سال 2009 و در مجموع به 21 سال حبس محکوم شده. چرا 4000 موتورسوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله‌های مادران کشته شدگان از سینه‌هایشان برخاست؟ بعد از سال 2009 به دفتر وکالت من هم حمله کردن، اونم بستن، همکاران من همه دستگیر شدن و دولت تمام اموال من، حتی خانه پدری من رو هم مصادره کرد. نسرین وکالت من رو در این دعوا علیه دولت بر عهده داشت. خواهش میکنم جز به جز صورت جلسه بشه تا امکان شکایت مجدد برای ما فراهم. نه، این رو که ایشون میگن این ممکن تو لایحه نباشه. ایشون میگن انسان خانوادگی $15,000 رو از آمریکا گرفتن. این صورت جلسه بشه. آمریکا به یورو نمیده آقای شریعت نداره، دلار. این رو ارائه بدن دیگه. الان ایشون دفاع خودشون با اتهام موکل بفرمایید اگر مطلبی دارید به صورت تو برام به طور مشخص من درخواستم از آزاد صورت جلسه. پشت همین ملت در سر سفره آمریکایی تا نشستیم و همچنان از اراذل الاوباش باقی که همجنسگرایان، بهاییان، روسپیان و تروریست‌ها و اشرار خیابانی و بیابانی هستند دفاع می‌کنیم. خودم تذکر بفرمایید. آنچه که مورد درخواست ما در این شکایت هست ارائه دلایل از سوی آقای حسینی شریعت نداره. ایشون مجددا فرصت پیدا کردن همون اهانت ها رو تکرار کنن و مدام تکرار میکنن که دلایل موجود ما ارائه کنن. و به دلیل اینکه حقوق موکلم در این شکایت کاملا داره زیر پا له میشه و اعضای محترم هیئت منصفه و اعضای محترم مستشاران و ریاست محترم دادگاه به حقوق من، به حقوق موکلم کامل به ترک جلسه هستم چون به من اجازه هیچ گونه دفاعی داده نمیشه. خیلی متشکرم. گفت تره به تخمش به فروغی به باباش. نسرین هم بعدش هم به خاطر این پرونده و هم برای سایر پرونده‌هایی که داشت به زندان رفت. فعالیت زنان یا فمینیست بودن یا فعالیت سیاسی نسرین یا نرگس یا زنانی که تو زندانن یا زنانی که زندگیشون از بین رفته، اینها در واقع مغایرت داره با مسائل خانوادگی؟ نه، اصلا مغایرت نداره. اون چیزی که فروپاشی خانواده رو به وجود میاره استبداده. من 14 سال کلا زندان کشیدم، 14 سال، و برای من تبعید بودن از زندان بودن سخت داره. نرگس با من اجازه نداره حرف بزنه چون میگن اون متهم فراری است. 3 سال صدای اونو نشنیدم، 7 سال ندیدمش. واقعیت اینه که اشاره کردم دیکتاتوری و حکومت‌ها از فشار آوردن به خانواده نتیجه گرفتن. The office of Nasrin Sotoudeh was searched and closed on the 28th of August. On the 5th of September, Sotoudeh was arrested after responding to a summons from the Revolutionary Court located inside Tehran's Evin prison. خیلی تکان دهنده بود موضوع. بازداشت نسرین خیلی اتفاق مهم تکان دهنده‌ای بود. 2 ماه و نیمش رو انفرادی کامل ترک دادن. در واقع تمام مظاهر حیات برای ما قطع بود. زندان انفرادی بدترین نوع شکنجه طولانی مدته.
چون آدم از داخل میپوسانه، آدم از داخل دچار ضعف میکنه. پسرم 3 سالش بود و دخترم 9 سالش بود. مهمترین دغدغه من خب گرفتاری همسرم بود که 2 تا بچه‌ها رو باید مدیریت می‌کردیم. بزرگترین نگرانی من اون دوران تأثیرات روحی خیلی منفی بود که روی بچه‌ها. و همینطور ملاقات‌های من با بچه‌ها قطع می‌کردم. شوهرم چند ماه بعد از من تحت تعقیب قرار گرفت. دخترم همینطور پرونده براش تشکیل دادن. خیلی برای من تحملش سخت بود. من این روزا با خودم عهد کردم که هر جور پایه این نیستم. With every day that goes by, the situation becomes more dire for Nasrin Sotoudeh. She's on a dry hunger strike. That means she's not eating and she's not drinking any water at all. We are worried about her. That is why we are here. We are worried for her life. It is very dangerous and she is in a critical situation. My dear Reza, much has been said about the loneliness associated with prison. Like many other prisoners, I too dream of going on a trip with my family, or to walk freely under the rain, to gaze upon the trees in the alley, or to spend the afternoon with my children in a park. Do you remember the joy with which the 3 of us greeted you every afternoon when you came home from work? We were a happy family. And despite the threats by my interrogator, when he threatened to obliterate me and my husband from the face of this earth, we remain happy. For my interrogator did not realize that happiness lies within an individual's heart. بعد از 58 روز از زندان نسرین تماس گرفت، گفت که به من گفتن که بعد از ظهر شما بیاین با بچه‌ها ما ملاقات بکنیم. خیلی خوب بود، تجربه خوبی بود. میدونی که تو زندان‌های ایران داشتن چادر برای زنان اجباریه، یعنی سر تا پا پوشیده است. نسرین از روز اول گفته بود که چادر یه چیز اضافه است، من سر نمی‌کنم. اصلا انگار بمب گذاشته باشین شما توی زندان. اصلا یه فضای خیلی عجیب غریبی گویا درست میشه. یه چیزی نزدیک به 2 ماهی طول کشید تا اینکه مجبور شدن بپذیرن که بدون چادر بیاد و مجبور شدن این بند زنان سیاسی که توی اوینه دیگه گفتن هیچ کدوم چادر سر نکنن. Right after I was elected in 2009 to the European Parliament, people my age were taking to the streets in Iran asking, where's my vote? And then I learned about Nasrin as a human rights lawyer, and it became very clear to me that she was a hero of our times. And I nominated her for our most prestigious human rights award. My colleagues had nominated Jafar Panahi, and they were both awarded the Sakharov Prize.
Unfortunately, she was still in prison, so she was unable to receive the honor and the standing ovation that she really deserved. So on her behalf, Shireen Ebadi was able to collect the award. ناگزیر از رعایت حقوق بشر برای تک تک شهروندان هستند. سال 2012 است. نسرین در زندانه و نسرین رو میارن بره به دادگاه. رضا و عده زیادی از اعضای جنبش زنان حضور داشتن جلوی دادگاه که نسرین رو که از زندان میارن او رو ببینن. و نسرین وقتی که میرسه به رضا، این اولین بار بوده که بعد از 2 سال، چون ملاقات ها همیشه کابینی بوده، پشت کابین بوده، با تلفن بوده، نسرین ناگهان دستاشو بلند میکنه و با دستبند میندازه دور گردن رضا و رضا رو در آغوش میگیره. یعنی نگاهی که تو چشمای نسرین هست، این میزان از طلب و قدردانی و عشق نسبت به رضا، واقعاً شرح عاشقیه. Some 72.2% of the 50 million eligible Iranian voters cast ballots to choose the successor to Mahmoud Ahmadinejad. Reformist-backed cleric Hassan Rouhani, who won Iran's presidential election, said he had achieved a victory of moderation over extremism. سال 92 بعد از اینکه آقای روحانی اولین بار انتخاب شده بود، نسرین گفته بود به من باید مرخصی بدید اول مهر که پسرم میخواد مدرسه بره، منم باشم. باز تهدید به اعتصاب غذا هم کرده بود اون موقع. یادمه همینجا لباس پوشیدیم، کفشامو پوشیده بودم، به بچه‌ام گفتم بچه‌ها بیایم، داشتیم میرفتیم جلوی زندان که منتظر بودم که بچه‌ها بیان. آیفون زنگ زد، نگاه کردم دیدم نسرین پشت دره. گفت منم. Nasreen Sotoudeh, welcome and congratulations on being free. How do you feel? I'm free from prison today and I'm glad. But I'm worried for my friends in prison. I hope there'll be a new day. وقتی آمدم دیدم همسرم با حوصله تمامی کارت‌هایی رو که از کشورهای مختلف هر ماه و هر هفته برای من رسیده بود همه رو جمع کرده بود. یه تعداد خیلی زیادی شده بود. این کارت‌ها بیشتر نوشته بچه‌ها بود. بعضی از اونها مثلا گل کشیدن که خیلی برای من مهمه. اما یکی از اونها علامت صلح فرستاد. تو اون شرایط فکر میکنم این شاید قشنگترین مفهومی بود که میشد به من و خانواده‌ام کسی هدیه بکنه. من اینا رو یه تعدادیش رو آماده کردم که تو اتاقم بزنم، جلوی چشمم باشه و به جای اینکه فکر کنم که همه قدرت‌ها دست سازمان‌های اطلاعاتی هست، فکر کنم که بچه‌ها با اون دنیای کودکانشون قدرتشون بیشتر از سازمان‌های اطلاعاتی. February 1979. Amidst the chaos of the revolution, a prisoner wrote on the wall in Evin prison, "People, be aware. Very soon the Ayatollahs will topple the monarchy and prisons will turn into universities." Many years passed, and I kept asking myself,
What about all those nice promises? When is it going to come true? Then I landed in prison, and I saw with my own eyes students and scholars everywhere. That's how the prisons turned into universities. درخواست میکنیم از خانم ستوده که چند کلمه برامون صحبت. صادقانه میگم که نمیدونم چطوری این همه لطف میتونم پاسخ بدم. واقعا در توان من نیست. وقتی که به مجلس آمدم یادم اومد که اولین بار آقای عالی پیامو در اون زندان کوچک دیدم. حالا تو زندان بزرگ دارم. من بگم که هنر اون چیزیه که واقعا حسادت منو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه کاری رو میتونه بکنه که هیچ رشته‌ای نمیتونه انجام بده. هنر بهترین راه دور زدن استبداده. هنر قانون بازی با استبداد رو تغییر میده. آره من خودم که چند ماه اخیر آزاد بودم. ما ظاهراً آزادیم، اما همیشه دلمون بین دو گروهه. کسانی که در خونه‌های خودشون در حصرن، اونها زندانیان وجدانن. بعد از آزادیش اینا سعی کرده بودن توی کانون وکلا که مجوز فعالیت وکلا رو کانون وکلا میده، ایشون پروانه وکالتش رو لغو کنن کلا. اومد گفتش که من به عنوان اعتراض میرم جلوی کانون وکلا، عین این 3 سال رو اونجا تحصیل میکنه. به هر حال من تحصن رو در جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز تهران از 29 مهر ماه گذشته آغاز کردم. در اون مدت اون تحصن مورد حمایت بسیاری از اقشار داخلی و بین المللی قرار گرفت، از شهروندان عادی، رهگذران، عابران، که گاه حتی با دادن یک بطری آب سعی می‌کردن که همبستگی خودشون رو با تحصن نشون بدن. گاهی با بوقی که رهگذران سوار بر ماشین می‌زدن و میگفتن پیروز باشید. خیلی‌های دیگه هم می‌اومدن اونجا اعتراض می‌کردن، از جمله همین آقای جعفر پناهی و فرهاد میثمی که یه پزشک و فعالیت‌های مدنی هم انجام میده. یک بار تو محل تحصن فرهاد میثمی بازداشت شد. من رفتم طرف ماشینی که فرهاد رو توی اون بازداشت کرده بودن و مصرانه ازشون خواستم که همون لحظه فرهاد آزاد کنن. این اتفاق افتاد و فرهاد از اون ماشین پیاده شد. کاری رو که یه حکومت، مسئولان یه حکومت غیر قانونی انجام میدن، باید با نتایج کار غیر قانونیشون خودشون مواجه میشه. این تحصن برخلاف تصور من که انتظار داشتم خیلی زودتر به نتیجه برسه 8 ماه و نیم طول کشید. بسیاری از قضات دادگاه‌های انقلاب در خفا وقتی که با ما به درد دل خصوصی نشستن به ما گفتن که تحت فشار چنین احکامی رو صادر میکنن علیه متهمان سیاسی. پس من سوالم اینه که آیا ما قضات دادگاه انقلاب رو از احکامی که صادر میکنن مبرا میکنیم؟ هرگز.
تجمع ما اعتراض به حکم اعدامی که برای آقای محمد علی طاهری صادر شده. پرونده ایشون با طی مراحل قانونی حکم صادر نشده. فقط وکالت نبود. شما وقتی که یه پرونده سیاسی رو به عهده میگیری، مسئولیت اطلاع رسانی هم کم و بیش میفته گردن شما و در واقع بدون پشتوانه افکار عمومی شما توی دادگاه‌هایی که پرونده های سیاسی رو رسیدگی میکنن هیچ کاری عملا نمیتونید بکنید. هیچ کس نمیدونه که الان با یه تجمع حتما نتیجه میگیره. اما دست کم اینه که ما میگه در قبال یه ظلم آشکار ساکت نمیشستیم. همگی خواهان توقف ادامه پرونده سازی علیه آقای طاهری هستیم و آرامش به جامعه هموطنان ما که تعداد زیادی رو تشکیل دادن برگرده و هرچه زودتر آقای محمد علی طاهری که به دلیل دلایل اعتقادی در زندان به سر میبرند آزاد. توجه ها به اون جلب شده بود. همچنان که رسانه ها توجه می‌کردن کم کم خیلی گسترده شده بود. من به دعوت یغما گلگویی و مسعود صفیری به کمپین رفتم و همچنین از ایران خانم زهرا رهنورد و آقای جعفر پناهی رو به شرکت در این کمپین دعوت میکنم و همینطور کشیش دزموند توتو از کشور آفریقای جنوبی رو دعوت میکنم. روز پنجشنبه به تلفن دستی من موبایلم زنگ خورد. پیش شماره شهرستان قم بود، شهر مذهبی ایران که مرکز تمام فتواهای دینی هست. شخصی از اون ور خط خودشو پژوهشگر دانشگاه معرفی میکرد و وقتی اسمشو خواستم از گفتن اسمش خودداری کرد. از من پرسید که شما به خودش گفت که من مسلمانم، شما مسلمانی کافرید یا منافق؟ و منم بهش گفتم که این یه موضوع شخصی خودم میدونم. گفت نه، باید مشخص کنید که چی هست. گفتم که من فکر میکنم اگر به اون میگفتم مسلمونم، اون میگن من مسلمونم، توی حاشیه امنی بتونید زندگی بکنید. اما در واقع بیخبر میمونیم از این که صدها هزار غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی، کمونیست، لیبرال، لاییک، همه جور، مثل همه جوامع ما همه اینا رو داریم. همه اینا در خطر قرار میگیرن. تازه یه روزی نوبت خود من دوباره میرسه، برای اینکه حالا بار دوم میاد سراغم و از من سوال میکنه چه جور مسلمانی هستی؟ شیعه هستی یا سنی؟ وهابی هستی؟ رافضی هستی؟ اثناعشری هستی؟ زیدی هستی؟ همه اینا مطرح میشه. بعد از اینکه مذهب تو دقیقاً با مذهب اونا مطابقت داشت، نوبت به عقاید سیاسی میرسه. ولایت فقیه رو قبول داری؟ نداری؟ من اساسا نگم که Today, I take my 14-year-old daughter Mehrave to the weekly market. Fruit and vegetables are still affordable there, but not everything is of good quality. In the middle of the bustling market, I receive a call from a prospective client. I have to go to the office immediately if I want the job. In the afternoon, Nasreen joins us, and we drive to the grave of Sattar Beheshti. We want to commemorate his death. Sattar worked as a labourer to feed his family, and he blogged on the side.
He died in detention last year from the effects of torture. That evening, we attend a reception for my wife. They are grateful to Nasreen for taking on their case. داستان شخصی نیست به هیچ وجه. داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم میکنیم. ما میدونیم که خانواده چه نقش مهمی در دادخواهی افرادی که اینجوری به شهادت رسیدن دارن و ما به هیچ وجه دچار خشم نیستیم، دچار کینه نیستیم، ولی اجازه نمیدیم که باز دست به خون دیگرانی آلوده بکنن. به همین دلیل شما بدونید ما با شما همدلیم، همراهیم، همصدا هستیم برای اینکه موضوع ستار موضوع شخص یا خانواده خاصی نیست. موضوع درد مشترک سالیان سال همه ما هست که اینجا دور هم جمع شدیم. بنابراین از شما هم به خاطر پایداریتون همه شجاعت‌هایی که به خرج دادید ممنون و متشکر هستم. آزادی بیان، آزادی مطبوعات در ایران همواره دچار کشه‌گاز بوده. ولی با کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر مصدق تاریخ دموکراسی ما دچار یک بازی وحشتناک شد و آمریکا در این کودتا نقش اصلی داشت و این بزرگترین ضربه بود. حتی اشکال سفارت انتقامگیری از اون قضیه بود. اشکال سفارت آمریکا اشتباه بود، غلط بود، ولی زمینه داشت به خاطر کودتا. متاسفانه همواره این ریلگذاری برای دموکراسی در کشور ما با تندبادها از بین رفته. سیل‌های مثل جنگ، مثل دخالت کشورهای خارجی، مثل استبداد داخلی. هم خواهم دسته گله دیگه. کجاست؟ نمیبینیش؟ سلام خانم بفرم. جعفر پناهی خودمون. بفرمون کجا رو میری؟ واسه در باز کنم. سلام. حال شما؟ مرسی. چطوری؟ خوب خیلی خوب. اینم برای شما. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. Taxi, the third unauthorized film by the Iranian dissident director Jafar Panahi, took the top prize at the 65th annual Berlin Film Festival. The director plays himself posing as the driver of a Tehran taxi. Nasreen Sotoudeh, one of Iran's top human rights lawyers, is among the passengers. Mr. Panahi was arrested in 2010 and spent 3 months in the notorious Evin prison. After his release, he was barred from making films, writing screenplays, speaking to the media, or leaving the country. Today he lives in a legal limbo. من از آقای پناهی دعوت کردم بیان و همکارم خواهش کردم ایشونم بیاد بابت ممنوع خروجی ها. امروز ممنوع خروجی میدونید لایه به لایه مداخله میکنن. بفرمایید خواهش میکنم. مرسی من از این باب لطفا میکنم. خب پناهی عزیز، اون روز که اون مسئله پیش بود چقدر خوب شد این جشنواره کن اینجوری. من گفتم چرا خب ما توی این موقعیت اقدام حقوقی نکنیم رو موضوع یه خورده هم گسترده تر. الان من فکر میکنم که یه اقدام قضایی قابل تصوره برای پرونده ما و مطابق قانون جدید نهایتا حکم تکمیلی نمیتونه بیش از 2 سال باشه و به این استناد ما تقاضا رو بدیم و بخوایم که مجموعه احکام لااقل 78 سالش باید برداشته بشه از مجموعه محرومیت ها. حرف آخری که اینا میزنن اینه که جعفر بیاد یه نامه بده یا یه چیزی بده. من گفتم که اگه قرار بشه یا خانه سینما تقریبا من حرف رو بردارم اگه قرار بشه من نامه بدم خب 7 سال پیش تو همون زندان ابین میدادم و اینکه وقتی نامه میدم یعنی من جرممو پذیرفتم.
من جرمی مرتکب نشدم که بپذیرمش و هرگز این کار رو نمی‌کنم. ازتون شکایت کنم که آقا من بیخود گرفتم، بیخود این بلا رو تعالی به سر من آورد. خب حالا یکی این که شما اگر الان اینو گفتید اونجا که به نظر من درست هم گفتید. دوم اینه که اگر ما قرار درخواستی بدیم آقا مطابق قانون کار شما غیر قانونیه، پس از شما تقاضا داریم مطابق قانون نسبت به صدور گذرنامه اقدام کنیم. بیش از درخواست نوعی مطالبه گری قانونیه. بله؟ شما چه سالی سابقه شده؟ خواهش میکنم قربان شما، خداحافظ. فقط یه خواهشی از اول دارم که این کار شروع کنی یه کار مجانی تو جا نیست. خیلی سریع داری میریم از قرار بچه داشتیم. خواهش میدونم همه کار رو مجانی انجام میدیم. نه همه کار رو مجانی خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم خوشحال شدم. ببخشید. خیلی سلام برسید. مهمترین آرزو اینه که شرایط کشور ما انقدر خوب بشه که رفت و آمد توش آزاد صورت بگیره. من فکر میکنم اولین قدم اینه که صلح و بین روابطمون جاری کنیم، حضور داشته باشه. اگر این حضور داشته باشه بعد میتونیم راجع به شعر بگیم، فیلم بسازیم. جوانها به وضعیت موجود در هر جامعه بیشتر معترضن. جوانها بیش از همه دلشون میخواد که شرایط تغییر بکنه، مطابق با شرایط زمانه بتونن زندگی بکنن و ظاهر خودشون، نحوه زندگیشون، موسیقی که دوست دارن گوش بدن، رفت آمدهایی که خودشون دوست دارن و نوعی که خودشون دوست دارن زندگی بکنن. و الان من فکر میکنم که چه بسا جوانها بیش از همه تحت فشار هستن. Vida Movahed stood atop a large utility box on Tehran's busy Engalab Street, removed her hijab, tied her white scarf to a stick, and silently waved it like a flag. Narges Hosseini was arrested after a similar protest and now faces charges of committing a sinful act, violating public prudency, and encouraging immorality or prostitution. The charges carry penalties of as much as a decade in prison. She is being represented by human rights lawyer Nasreen Sotoudeh. Other young women began to follow suit, posting their pictures on social media. ممنوع مجازات چیزه؟ این سوال مهم، سوالیه که 40 سال ما داریم از خودمون میپرسیم ولی جواب قانونی براش پیدا نکردیم. از من به عنوان تحصیل کرده حقوق و فعال حقوق بشر بپرسید، من به شما عرض میکنم که مطلقا این حق زن هست که تصمیم بگیره چی بپوشه چی نپوشه. من فکر میکنم یه نقطه عطف مهمیه. امروز دوشنبه 23 بهمن هست. ما داریم محکمه قضایی ارشاد میریم که به پرونده های اخلاقی رسیدگی کنه. امروز من میرم دادگاه موکلم خانم نرگس حسینی. این خانم به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشته و اونجا میخوام تلاش کنم وثیقه رو بسپریم، گرچه روش معمول اینه که کارشکنی میکنن در مراحل اجرایی، ولی امیدوارم بتونیم. قانونا باید آزادش کنن.
نرگس الان 2 هفته است که در بازداشت در زندان قرچک ورامین به سر میبره. نرگس حسینی دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی هست. خانواده‌شون سنتی و مذهبی هستن. خانواده‌اش پیگیر کارش هستن و برای نرگس خیلی احترام قائلن. امروز بین تعطیله این دادرس دادگاه نیامده، فقط همین یه شعبه نیامده بود. این بازی برای ما آشنایی. سعی میکنم که روز دوشنبه مجددا برای وثیقه دادگاه مراجعه میکنم. این مشکلاتی که در کار ما وجود داره، هم جو جامعه خوبه هم بده. همیشه ما این مشکلات رو داریم. ارائه شده به دادگاه، از پذیرش هر سه اونها خودداری کرد. و وقتی هم که از زندان نرگس حسینی رو آورده بودم به دادسرا و مجددا نزد مردمیان مربوطه از اون خواست که ابراز پشیمانی میکنیم، خب من پشیمان نیستم و هزینه این کار هرچی هست من پرداخت میکنم. الان با یه مشکل جدید مواجه شدیم. من دادگاه رفتم شعبه 1089 و برای سپردن وثیقه تا هرچه زودتر نرگس از زندان آزاد بشه. به این ترتیب قاضی به خانواده سپرد که وثیقه دیگه ای رو تهیه بکنن و یا سپرده بانکی برای این کار تعیین بشه، بسپارن تا هرچه زودتر نرگس آزاد بشه. خیلی وقتا مشکلی که دارن اینه که شما وقتی که از این مسئولین زندان، اطلاعات، قوه قضاییه یه چیزی میگن خیلی نباید جدی بگیرین. معلوم نیست راست و دروغشون، یعنی حرف جدیشون با غیر جدیشون، دروغشون راستشون. من عقیدم اینه به تنهایی نرید، همچی جای حساس میرید زنگ بزن من بیام یا کسی دیگه بیاد. به هر حال این امکانو ندارم اصلا. من نمیتونم یه بادیگارد همه جا همراه خودم داشته باشم. نه چرا؟ تو حالا خدایی نگرده آسیبی به شما وارد بشه همه چیز میخواد. نه هیچ آسیبی وارد نمیشه. استعداد و این شما خیلی ممنونم. من امروز ازتون خواهش کرده بودم برای پرونده خانم نرگس حسینی ما سر تامین وثیقه‌اش که حالا به 60 میلیون کاهش پیدا کرده بود کمی دچار مشکل بودیم. یه دفعه با خودم فکر کردم کی بهتر از آقای مفتی‌زاده همیشه پیشقدمن توی تامین وثیقه متهمان سیاسی مدنی. هر رقم دیگه که اشاره بفرمید در خدمتم و بی نهایت به اندازه تمام ملت ایران از حضرت اجل تشکر دارم که داری زور تمام این ملت به خاک رفته را میکشی. خدا عزتون بده. خدا عزتون بده. وکیلای دیگه هم هست که راحت خوابیدن. امروز 5 اسفنده و من به اتفاق وکیل دیگه این پرونده در دادگاه نرگس حسینی شرکت میکنیم. تصمیم دارم که موفق باشید. فعلا خداحافظ. موفق باشید. طبعا امیدوارم که دفاعیات ما نتیجه بده و نرگس از همه این اتهامات تبرئه بشه. خوبیم؟ خیلی خوش اومدیم. مرسی. مثل اینکه امروز
امروز نرگس آزاد میشه. این حسو دارم. خیلی خوشحالم. خوب بودم. شما که واقعا کار برات نشد همین. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. سلام. چطوری؟ عزیزه. خسته نباشی. شما خسته خیلی خوشم. مبارک باشید. چون شما گل آوردید ما باید براتون گل آوردید. میارید دیگه الان پیشنهاد کردم. چرا؟ من عمدن انداختم چون هی من دیدم برای دادگاه دست میکردن، ولی بعد که من احساس کردم اینا دیدم که به هر حال وقتی قرار میپذیرن دادگاه رو جلو انداختن دیگه، چون طبعا ما ترجیح میدادیم وقتی شما با وسیله بیرون هستید دادگاه عقب میافتید. واقعا من اونجا هیچ کی نشد که من به دادستانی هم گفتم که حالا من تشریف فساد کردم که نکردم، اسمشو جرم میخوایم بذاریم، من قبول دارم. رفتار شما خیلی شجاعانه و مسالمت‌آمیز بود. تو خودت شما تحسین بود نه؟ جدا میخوام برای من میدونم ببین شجاعت من بسته به فعالیتایی که شما انجام دادین دیگر یعنی اگه شما نبودین، نرگس محمدی نبود، خانم بنی یعقوب نبود، دیگه زندانی سیاسی دیگه فعالان حقوق زن نبودن، باور کنین همچین شجاعتی رو نداشتم. خب همه ما نمیخوام چیزی این بگم فروتنان است، خوزوان است، واقعا خجالت. آره من متوجهم شما چه میگید. احساس کنم شما یادتون باشه آزادی عمله تحت هیچ عنوانی نباید محدود بشه. نه تعریف‌ها، نه ترس‌ها، نه همه ما یه انتخابی میکنیم. من میترسم یه بچه حرف نرگس جان یک چیزی رو میخوام حالا اینجا بگم، گرچه میدونم موضوعیه که خودت به این موضوع اشراف داری و حواست هست. ببین تلاش همه ما اینه که از اینا رو پایین بیاره، کمترین حکم. ببینید تشویق به فساد و کاملا بعید میدونم که الان حتی در مرحله تفهیم اتهام تفهیم کنم. روز دادگاهی من مثلا حکمم بهم ابلاغ بشه همون موقع میشه در باید اعتراض تجدید نظر چیز کرد. 20 روز فرصت اعتراض دارید. وقتی اونجا که ابلاغ نمیشه جلسه تشکیل میشه میگن برید که 200 درصد من سه چیز اصلا باید بدونم بگم. نرگس جان من میخوام توصیه کنم از این شیرینی‌ها حتما بخورید. به خودم تقویت خودتون. نرگس حسینی هفته گذشته به من ابلاغ شد. تشویق به فساد به 2 سال هست. 21 ماه از این مجازات تعلیقی و 3 ماهش قابل اجرا هست. اگر امروز به ما میگفتن زنها آزادن که بی حجاب برن خیابون، برای هیچ کدوم ما ارزشی نداشت. برای اینکه اگر دست اونایی که هر روز سر ما روسری بذارن یا اجازه بدن برداریم، همیشه وابسته به اونا میشیم تصمیم گیریم. اما اگه با همین کارا ما بتونیم آزادی پوشش خودمون رو به دست بیاریم، برامون ماندگار میشه. اینه که این پرونده برای من اهمیت داره. بیشتر دستشون اومده که مامان وقتی میگه که یه چیزی باید اینطوری باشه، همون یه کاری میکنه که اون اتفاق بیفته، یعنی جا نمیزنه. من به خودم بارها گفته بودم که من کاملا ایمان دارم به کاری که تو انجام میدی. همونطوری که تو نامم اشاره کرده بودش،
خیلی بابا همیشه حواسش به این موضوع بودش که به زنها تو کارشون دخالت نکنه یا آزادیایی که حق طبیعیشون همیشه بده. میدونین این که زندگی اونطوری روزمره نباشه، یه ذره از بالاتر نگاه بکنین به اتفاقایی که داره میفته، حتی اتفاقاتی که تاریخی شاید باشه، همیشه باعث شدش که اینطوری نگاه بکنم. شاید اصلا دلیل این که رفتم رشته خودم هنر شدش همین بودش. یه خاطره دیگه از اون داخل، نازنین دیهیمی شرکت در تجمعات مربوط به اعتراضات انتخاباتی سال 88 به بعد به محض ورود یه نمایشنامه‌ای رو اجرا کنه. دوشیزه و مرد نوشته آریدوف ما رو انتخاب کرده بود. نازنین یه چیزی حدود 2 ماه وقتش رو گذاشت با بچه‌های جوون بند، بیشتر تعدادی از اونها روی صحنه نقش بازی کردن. بازجو که حالا نازنین بود اینجا به جنایت خودش اعتراف میکنه و این ضبط صوت اونجا تو اون صحنه ازش استفاده میشه. این ضبط رو با همون امکاناتی که داخل بند وجود داشت ساخت. این از یه بند پلاستیکی یه مقدار کارتون، یونولیت و چسب تهیه شده. حدود 1 ماه پیش نازنین شبانه در اثر حمله آسم از دنیا رفت. خیلی برام سنگین بود. نازنین شایسته این بود که حالا زندگی کنه در صلح و آرامش، بی ترس از حبس و زندان. اما نشد. کمیته من میگم ما این کارایی تو مجبورم استعفا بدم. چه ربطی داره؟ ربطشو تو نمیفهمی ولی بقیه مردم خوب میفهمن، مخصوصا اون که اصلا دوست دارن گذشته بیرون بیاد راجبش تحقیق بشه. یکی از اعضای کمیته صدای بلند بگیم بهشون. درخواست کرد، مطالبه کرد، روش ایستادگی کرد. مهمونای عزیزی بین ما حضور دارن که من خواهش میکنم به افتخارشون دست بزنیم. آقای سلطنت‌پور عزیز، استاد عزیز خودم آقای یارحمدی و سردار خانم نسرین ستوده. از نازنین دیهیمی که همین نمایش مرگ و دوشیزه رو توی زندان اوین کار کرده بود تقدیم کنم به تمام لحظات سخت تمام آدمایی که بدون دلیل عمرشون توی بند و زندان تلف شده. این داستان برای من ابعاد خیلی مختلفی داشت. هم وضعیتی که زنان در یه جامعه استبدادی در اون گیر می‌افتند، هم داستان استبدادی که پنجه اون روی زندگی روزمره مردم قرار میگیره و زندگی هایی که تباه میشه. اما من فکر میکنم مهمترین فراز این نمایش آرزوی دنیایی آری از زندان و شکنجه بود، با آرزوی اینکه همه این زندان ها سراسر دنیا به موزه و پارک تبدیل بشه. On Wednesday, Nasreen Sotoudeh was again arrested. She had been tried and convicted in absentia. According to her husband, she intends to continue her activism from prison. این دفعه خیلی بیشتر، برای اینکه به هر حال نسبت به دوره قبل
5-6 سال شاید هم بیشتر سنش افزایش پیدا و فشاری که دوره‌های قبل اومده اون فشار آثار خودش رو روش گذاشته مقدار زیادی نگران کننده است. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. الو نیما جونم، پس سخت مشغول مست بازی های مختلفی. یه دونه هم نصب کردم معماییه اما خیلی سختی. با همون آیپدته دیگه ها؟ آره دیگه. خب سلام منم بهش برسون. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. بابا خونه است یا مهرابه؟ آره. قربونت برم، خدا حافظ. سلام چطوری؟ خوبی؟ کباب تابه‌ای درست میکنم. بابا خوش به حالتون، پس غذای خوبی دارید امروز. حالا ببینیم چی کار بکنم. ببینیم چی از آب در میاد ها؟ دیگه سفارش نمیدین بیرون بیارن؟ آها بابا راست میگه، دیگه سفارش نمیدیم بیرون غذا بیارن. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. بعد اینم ببین یه بار دیگه گوشی رو بده به بابا، یه چیزی رو بهش بگم. قربونت برم، خدا حافظ. الو؟ رضا جون ببین اینجا من الان حدود 2 هفته است درست سمت راست قفسه سینم تیر میکشه، غروبا شروع میشه تا آخر شب. خب همه علائم همونه. یه مجوز سونوگرافی. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. خیلی زود به زود یعنی فاصلش کم شده در آره احساس میکنم تا میری بیای صحبت کنی. آره نمیشه اصلا. خلاصه یه جایی رو بیرون باید در نظر داشته باشید که من بتونم بیام برای سونوگرافی. نمیدونم تو برو مجوزشو. آره مجوزو که بگیرم و به خبر میدم. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. خب من باهاتون خداحافظی میکنم. قربونت برم، رو تو میبوسم. آره بده یکی بچه‌هارم ببوسم. خدا حافظ. حالا از اون دوره، معلومه که سخته، ولی این سختی رو قبول میکنه چون میخواد زندگی بچهش و همه بچه های دنیا بهتر باشن. Reza Khandan, the husband of jailed human rights lawyer Nasreen Sotoudeh, was arrested at his home in September. He was sentenced to 6 years in prison on charges of conspiring against national security, propaganda against the system, and campaigning against Iran's Islamic dress code. He is now home on bail. این حکم بیشترین کاربردش که منو محدود بخوام بکنم، نتونم فعالیتی بکنم و تلاشی برای آزار همسرم بکنم، ولی نمیتونم ساکت باشم. من اصولاً با از دست دادن و قربانی کردن موافق نیستم. افرادی مثل نرگس و نسرین یا خود من راهی است که ما خودمون انتخاب کردیم، هزینه‌ش هم میدیم. امروز خبردار شدیم که توی زندان برای نسرین حکمش رو ابلاغ کردن. 38 سال و نیم در مجموع بهش حکم دادن، حکم زندان، 148 ضرب شلاق. با اینکه میشد پیش بینی کرد از این حجم اتهاماتی که بهش وارد کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی فکر میکنم برای کسی قابل تصور به این وسعت نبود که کسی مثل نسرین که خودشون هم میشناسن که چه جور آدمیه و با چه شیوه هایی داره کار میکنه و فعالیت میکنه، چنین حکمی به ویژه حکم شلاق واقعا شرم‌آور و بی‌رحمانه است و من فکر میکنم که افکار عمومی دنیا رو تکون خواهد داد.
نسرین ستوده. برای بچه‌های ما سکوت به میراث نره. همه احزاب، گروه‌ها، افراد آزادانه بتونن تو بحث‌ها مشارکت کنن، فارغ از ترس و تهدید. تنها راه دستیابی به حقوق ما و استقرار آرامش و صلح و عدالت در جامعه ما آن است که از راه‌های مسالمت‌آمیز و البته با استمرار حقوق خودمون رو مطالبه کنیم. به هر حال هیچ جامعه‌ای بدون پرداخت هزینه هم به هیچ جا نرسیده. من فکر میکنم که باید حرکت کرد. اگر به نتیجه هم نرسه به هر حال یه تجربه است، یه سرمایه هست برای قدم‌های بعدی. من به خودم میگم چرا حق دارم خوشحال بشم. Can I tell you my truth, little one? How can I tell you the things I have done? Though I cannot see the sky, you know I only think of you, and you shine for me more brightly than the sun. And how can I tell you I long to be free? Oh, holding you tightly is where I should be. But I had to risk my freedom when injustice called my name. Coming home to you was never up to me. I am with
This is my story with love, Nazarene.